برو بیرون از اتاقم. نه داداش چند تا سوال داشتم. بپرس. داداش خونا شما چجوری بدون خون زندن؟ باهوش، خوناشاما خون دارن. خب پس چرا خون خودشونه نمیخورن تا سیر بشن؟ بذار ازشون بپرسم. داداش مامانم میگه برو بیرون یه هوایی بخور، مگه تو خونه هوا و نور نیست؟ بعدش هم همین میکروبا از همین هوا میان دیگه. اینم بذار از مامانم بپرسم. میدونی همین برق جون خیلی از آدما رو میتونه نجات بده؟ اون شوکر برقی بیمارستان ها هست. اوه. چرا این ملت همیشه یه موادی درست میکنه که درختان و هوا رو آلوده میکنه، ولی هیچ وقت به فکر این نبودن که یه موادی درست کنن همه اینا رو تمیز کنه. اینجا ایرانه. مامانم میگه خودکشی کردن گناهه و 100% میری جهنم. مگه بد سرنوشت خودتو خودت تعیین کنی؟ البته لازم نیست خودکشی کنی، خودم هستم. حوله من کجاست؟ داداش میدونستی ما هیچ وقت به صورت کامل تمیز نمیشیم. چرا؟ آب حموم آشامیدنیه. نه. و پس کثیفه. حتی اون حوله‌ای که دستته اونم کثیفه، چون چندین بار باهاش صورتت خشک کردی. بعدش هم با اون حوله مامانم داشت لاشه مگس رو تمیز میکرد. داداش اینو نگفتم بهت. همه آدما یه زمانی به این فکر کردن که همه آدمایی که دورشن رباتن و فقط خودش انسانی که داره تحت آزمایش قرار میگیره. تو هم اینجوری بودی؟ آره حاجی، منم بهش فکر کردم. البته من انسانم، ربات نیستم. نه تو این حرفو میزنی که من فکر نکنم که تو رباتی. این حرفی که زدی منم محسوب میشه. شما دوتا رباتی.